از همه شما احترامانه خواهش دارم که همین ویدیو را نگذرونید. التماس برادران عزیز، از جانم شوید، برادران امریکا، گرمانیا، کره، برادرانی که در فدراسیون هستین، از همه شما احترامانه خواهش دارم. همین زبانی که حسن جان دودره که ما که 20 ساله که می باشد و از بیماری گردگی گرده هاش در حالتی وزنی قرار دارگی وابشه کار نمیکنن. هر روز باید دیگه مدیال گرفتن در کار. ولی از سمالیات وقتی که فرامد بیچاره جون نداشت. اپاز این همی اپایی که مرا کامیرا کرده همی اپا با کلا گیرید. این همی با کلاش گیرید در کوارتیر خودش جا کرده. من از همه شما احترامانه خواهش دارم برادران عزیزم. از التماس زبوری ما که 1,700,000 که می باشد برای 500 کپوچکی برادران عزیز از همه شما احترامانه خواهش دارم که بگیرید دستگیری کنید. این ویپیسکشکی مقصد در بانسه بوتینسکی خوب اوندگی دیدیم با سکوری پومش از سبب پول نداشتن. مثلا خیلی گفتن که برای پول که نداری. من روز که شرایط نداشتم که بگیرم دستگیری کنم. این ویپیسکشکی بالینساش اینه در دستم اینه. بینی برادران این انرژیش همه هست که در حقیقت همین دودار باید افیرسات که کردن نکن. نمره کارت و نمره تلفنش هسته. این نمره کارتش هم میگم 42 79 38 06 38 73 38 83 زلفیه بابامرودова اوزاکونا. نمره تلفن +7 980 960 49 70 زلفیه بابامرودова اوزاکونا. این نمره مادر خودشه، کارت خودشه، در دست خودش میتونه که زنگ زنی صحبت کنید. برادران عزیز 50 روبل 100 روبل التماس دستگیری کنید. برادرانی در تیک توک قرار دارین، برادرانی که در همه سایت‌ها قرار داره بگیریم ویدیو را پادلیست کنید. التماس از همه شما خواهش دارم. مادر برای فرزند بچه یگانه‌اش که یک بچه دارد برای اومده است که 500 کپوچ کنند ولی ما را البته سر کردن. گفتن که شما پول نداری شما نمیتونیم دست توبت. بچه بیچاره در حالت وزنی قرار داره. از همه شما احترامانه خواهش دارم که دستگیری کنید. مادر بیچاره به خدا قسم دل میسوزه. مادر بینه که کورتش کورته کهنه است. برادرانی که خیرخواه سخاوتمند لوبلینو، صداوت، فود سیتی از همه شما احترامانه خواهش دارم بگیرید دستگیری کنید. این مادر دستگیری کنید که همین کورتش هم مقصد یعنی چیز چوراش اینه دودرک هم لباساش کهنه. التماس زبور ما میدونم پول کلان است 1,700,000 است. این پول هست که مقصد برای 500 کپوچکی ما باید هم دودرک بگذاریم ولی پول نداریم. التماس این همه بینه که از ساعت 12 شب است من از کار اومدم برای دودرک که خیلی که همین خلاتم در دست اومدم که در حقیقت یاردم کنیم. من میدونم که برادران مهاجر ما التماس دستگیری میکنن دودرک دستگیری میکنن که شما پول میگذارونید در خداوند یکی شما را 100 گردونه 100 میلیون گردونه. التماس مادر برای فرزند شده اومده که مثلا دستگیریش کنیم. پول کارت و همه در خودشونه. التماس از همه شما خواهش دارم که دودرک دستگیری کنین. پراکنده لشکر نآید به کار 200 مرد جنگی به 800,000. التماس برادران عزیز ما وقتی در بلسه بودکینسکی بودیم در بلسه بودکین از سبب پول نداشتم های مکردن گفته وقت شما باشه پول جمع کنید بعد بیاید ما میکنیم این کارو را. وقتی از سبب پول نداشتن ما را سر کردن. من میدونم اولی من میمونم پرچه چی رو. التماس اینا مادر بیچاره خودش گپ زنه که مقصد برای فرزند مادر عزیز گپ زنه برای خلق عزیز گپ زنه بفهمونه گپ زنه مادر. السلام علیکم برادران پدران مادران مرا گوش کرده هستند. خواهران عزیز دادران مهاجران دوشنبه ازبکستان کدام ملت نباشه مسلمانی الحمدلله من دوشنبه اومدم برای پسرچم توبت کردم. من 4 سال دویدم ای پیشتر پسرچم داشتگی من دارم همه را برای پسرچم هدیه کردم که پسرچم با پا بخیزه بگرده. من کدام 4 سال تاگه بلساده شوا موندم کوچه دا گشتم داشتگی من یافتم اومدم گوش نگشتم لیکن با بچم دادم همش دکی همین بچم با پا خیزه بگرده. این بچم میگه که من استودنت
درس میخونم جورم قطعی میگردم لیکن علاج ندارم شرایط ندارم که بچه‌م با پا خیزانم که جورش قطعی یا جای بگرده بخنده درس بروه دیگه شرایط ندارم که ایره تبابت کنم با پا خیزانم التماس مرا یاردم کنین دستگیری کنین التماس برادر رحیمی غرمی ما شنیدم که شما در تاجیکستان دست خیرتون همه کسته میرسه ما ای مردم فهمیدم برای التماس میکنم برادر جان دست بسرچه ما دستگیری کن با پا خیزانم ایره انشالله اگر کمی بسرچه با پا خیزه و بگرده کن من وطن در برگشته رفتم من دست هدیه خدمت با دیگران دستگیری میکنم یاردم میکنم کوشش میکنم من وعده میتیم که دستگیری یک دیگری را من میگیرم انشالله هم پسرچه بابا خیزه همش من وعده میتیم انشالله مادر عزیز از خدای خود باور داریم که همین برادران مهاجر تاجیکی ما مقصد کمتر دستگیری میکنن انشالله مادر بینها در حالت قناعت بس در حالت هیجان قرار داره بیچاره فرزند است در حالت وزنی قرار داره میدونه که مادر همه وقت برای فرزند میسوزد التماس برادران عزیز بدون دستگیری کنید من میدونم که برادران خیرخواه ما بسیار داره برادران لوبلینا برادران فود سیتی برادران یوژنی وراتا التماس بدون سخاوتمند بسیاره بدون دستگیری کنید برای 1,700,000 برای شما هیچی نیست دادر جان ما 20 ساله است 20 ساله شما دستگیری کنین حسن جان دادر ما بینها در دل آرزوهای بسیار دارد من میدونم باور دارم که این دادر ما وقت دستگیری کنین انشالله با عمرش در آینده عمر دراز میبینه حسن جان دادر گپ زن با ماجرا گپ زن که بدونن که مردم انا برای دستگیری کنن گپ زن حسن جان حسن جان السلام علیکم اکا خارج اون درا که همین من با کسل هستم التماس خواهش میکنم که دمان کمک کنید التماس کمک کنید و گپ زن کمک کنید که همین من سلامت شم انشالله انا با همین چیو کمک میکنم البته بدم اتیم که من با پا خیزم ساخت علامت انشالله منم بچه های یاردم میکنم انشالله داداری اکدی انشالله داداری یاردم انشالله برادران عزیز به خدا قسمه اگر همین تو اگر ویدیو را تماشا میکنی اگر همین یاردم نمیکنی پس بگذار خطا مرد حساب نکن به خدا قسم کسی که این دادر را میبینه رنگ نمود زرد شدگی برای اون که کراتینیش بالا رفتگی است برادران عزیز شما میدونید که برای یک گمادیالیز گرفتن برای یک روزه 14,000 15,000 یک روزه شما خوابوندنش عدل نه در یک هفته 2 مرتبه بس گرفتن در کار برای اون ما با دکتران مصلحت کردیم و گفتن که مقصد این شما در ویگه میگفته که شما با اپیراسیون کنید یک پوچکه چسبوندن در کار التماس برادران عزیز ما برادران تیک تاک برادرانی که مقصد در هم تمام سایت ها قرار داره بگیره دستگیری کنین من باز یه باری میگم که 42 79 38 06 38 73 38 83 نمبر کارتش زلفیا بابامرودова Узаковна номери телефон در تماس بود کارت Сбербанк هم привязывать کردگی +7 980 960 49 70 زلفیا بابامرودова Узаковна این کارت هم привязывать کردگی Сбербанк با نمری مادر خودش هست التماس برادرانی عزیز به خدا قسمه این جایی که مقصد جای شوخی نیست جای یگان چیز نیست این جایی که دودر در حقیقت هم میخیلد و اوجا علاکه از بین 2-3 روز گذشته است دودر باید ما گمودیالیز کنیم ولی از سبب پول نداشتن به خدا قسم من میفهمم که خیلی مادرای هستن که این مادری که مرا کمی کرده است به خدا قسم این مادر
جای خوب خود دادگی که همین داده را ما دستگیری کنیم. خدا یک است، خدا شاهد است که همین خیلی داده در حقیقت در این حالت قرار داره. با خدا قسمه اون خداوند میگه که اون جایی که بیمار است من اونجا هستم. همه وقت خدمت خود را برسونی. اون کسانی که سخاوتمند است، اون کسانی که دستون میرسد خیر سخاوت بکنین، انشالله در اون دنیا خداوند اجر ثوابش میتونه. این مادر با خدا قسمه. این پیش بیار این جیمپرز بیچاره خیال میکنه که 10 ساله 20 ساله. این کورتاس هم خیلی بیچاره این نگاه کنی. به نام خدا قسمه دلم میسوزه. من اگر پول دار میشدم، من اگر همین خودم دکتری وزمی نشدم، پول دار میلیاردر میشدم، این کار رو من خود میکردم. لیکن وقتی شما را میگم بیا دستگیر کنی، التماس دستگیر کنی. التماس در این دنیا فقط 1 سوم نیم سوم داره. 50 روبل 100 روبل 500 روبل 1000 روبل چند عدد میاد التماس دستگیر کنین. مادر به خدا قسم همه وقت برای فرزند میسوزد. حالا که فرزند چی کنه، چی خاراکتری داره، برای فرزند خود میسوزد. مادر برای فرزند شده از تاجیکستان به فدراسیون روسیه آمده، ولی همه شرایط دارویش داده است که فرزندش رها دهد. التماس برادران عزیز، مادر دل شکسته نکنی، دستگیری کنی. به خدا قسم همه مادر بنیاد مادر بارحم است که بیچاره فرزندش گرفته از آورده است که مقصد چند پولی که داشت اونجا پولش تمام شده دیگه پول نداره. التماس برادران عزیز، همین زباری که ما کرده است 1,700,000 التماس برادران. همین زبارش مقصد چند سوم میشه نمیشه، ما با شما پیشکش میکنم، شما را پیشنهاد میکنم، نشون میدم، میگم برادران همین خیلی. من خدا قسم به خدا قسم دلم میسوزه. من دیگه گفت سلو ندارم. اگر همین ویدیو را تماشا میکنیم دستگیری نمیکنی، پس بگذار خودت مردک حساب نکن. در همین یک کنکورس اگر شما در همین یک کنکورس 20,000 30,000 چند 100,000 از شما ترتیب میکنی، اندکی هم ماشین ببرین. این خیر سخاوت در اینجا. برادرانی که بلاگر هستین، برادرانی که مقصد کنکورس میکنین، التماس خیر خطونه 50,000 100,000 10,000 20,000 دستگیری کنین. به خدا قسم روز قیامت اجر ثوابش میگیرین. هیچ گپ نداره. برادرانی که مقصد سخاوت دستی این بیا زکاتون در اینجا بسپاره. زکاتی که نمیگه اوجا علاقه شما باید بسپاری، التماس زکاتون بسپاری. من به خدا قسم دلم میسوزه، دلم سوخته است به خدا قسم. لیکن منم رنگ همین شما یک کارگر یا دکتر ابیشینیم که مقصد همین زرپلات قطعی کار میکنم. برادران من به خدا قسم اگر همین ویدیو را تماشا میکنیم و اگر میمه میره کو پس بگو بختم مردک سوم نکن. ویدیو را پدری چکنید بگذار تماشا بینش بسیار شود. این از این چیز من پول کار نمیکنم. بگذار همین دادر هم چند سوم میشه، چی چیزی میشه نمیشه، بگذار همین دادر دستگیری شود. من به خدا قسم به نهایت دیگر میسوزد. حالا که برف است، من در این برفی اومدم، خنک است، خنک 18-20 گراد خنک است، ولی من اومدم که همین داده را اگر هم یک ذره به خوبی من که رسد بگذار من میکنم. من میدونم من اینجا شوخی نیستم. من که دکتر هستم، کسانی که دکتر هستن بیاین مرحمت وی پیسکا هستن، بیای بینین همه انالیزو هست اینجا. مثلا در تاجیکستان بعد اینجا التماس برادران عزیز، کسانی که برمی بیماری گیمودیالیز با بیماری مقصد پیسات گرداشون کار نمیکنن، این چیزا دکتر هستن میدونن که اپارات گیمودیالیز چی است، چه خیلی قیمت است. التماس برادران عزیز، من گفتنی من تمام شود. برادرانی که در تیک توک هم قرار داره التماس دستگیری کنین، بدونین یاردم که دودرک به نهایت حالت وزین در قرار داره. اوجه گیمودیالیز باید گیرد ولی ما نداریم، اوجه شرایط نداریم. ما با سکوری هم دیگه زنگ زده نمیتونیم. اوجه یه بار اومدک بردک در بنسه ای سبب پول نداشتن گفتن انا سر کردن دودرک من بنسه بوتکینسکی. به خدا قسمه بیاید در مترو نیکراسوکا دودر در اینجا قرار داره، حالت وزین در قرار داره. التماس ما یک کس نجات بدیم. اقلا